از چهره‌های ماندگاری که در کوتاه‌ترین و زیباترین عبارات پیام‌های اثربخشی رو به مخاطب داده و در نوع خودش منحصر به فرد هست و نیاز به تفکر داره، حکیم عمر خیام نیشابوری است. رباعیات معدود و پرمغز خیام زبانزد آموخاس هست و یک خط فکری پیوسته و استوار در آن دیده میشه. انسانی خردگرا که به دنبال حقیقت هستی هست و به محدودیت دانش و توانایی انسان در درک حقایق هستی اعتراف میکنه. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، این حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. نگاه خیام به زندگی مانند گذرگاهی هست که آدمی توقف کوتاهی در اون داره و بعد بار سفر رو میبنده. بر این باور هست که در این استقرار کوتاه باید غم جهان رو فرو گذاشت، در لحظه زندگی کرد، از زندگی لذت برد و دم رو غنیمت شمرد. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. خیام زندگی رو با میزان مرگ میسنجد و جهان را یادگار انسان‌های پرتعدادی می‌داند که قبل از ما بودند و عمر آدمی مانند برف آفتاب دیده‌ای است که در حال آب شدن هست و مجالی برای افسوس خوردن نیست. خیام اگر ز باده مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش. چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش.